انسان جنخوان باید اول صحبت کند که از الله بترس، از این انسان بیرون شو و او را چی کند؟ امر به معروف کند و نهی از منکر کند. و دید که مثل بعضی انسان ها تماما شنیدنی نیست و عموما او این انسان را قبول ندارد، می تواند حتی چیکار کند؟ بزند. و میگویند حتی زدن که انسان جندار رو میزنه تقریبا اون انسان اون درد را حس نمی کند، درد را فقط که جین حس میکند، اگرچه در بدن اون انسان بعضی آثارها دیده شود. و حتما آنهایی که جین خون هستند باید تقوای بالا داشته باشند و از چگونه دعا خواندن و چگونه سوره خواندن و قرآن خواندن با خبر باشند. اونی که درست قرآن خوانده نمیتواند، اونی که خودش تقوای درست ندارد و جنخوانی را به خاطر کمک به یک برادر نه و همچون یک بیزنس استفاده میبرد، اینقدر نباید به آن باور کرد. و جنخوانی اصلا نیت جنخوان این باشد که به یک برادر مسلمان، به یک خواهر مسلمان کمک میکنم که این یک بلا یا گفتم یک مصیبت هست بالای هر کسی آمده باشد، نه اینکه من این راهی رزق من است گویان دیگر این راه به تجارت تحویل و تبدیل داده باشد و انسان جنخوان پیش از اینکه تقوایش در قلبش جوش زند، حب پولی که از آن می گرفته باشد جوش بزند. یعنی خیلی مهم است که انسان جنخوان چی باشد؟ تقوادار باشد. و اینجا قصه عجیب امام احمد رو می آورند. میگویند بار امام احمد در مجلس نشسته بودند که یک نفر از طرفی ببخشید خلیفه متوکل آمد. متوکل از همون که است نبیره های هارون الرشید. سپس گفت که در خانه امیرالمومنین، یعنی در خانه خلیفه، جاریه یا خادم زنی هست که به او جین تاثیر کرده است و حالتش خیلی بد است و میخواهد که تو بیایی و او را چکار کنی؟ دعاخوانی کنی. امام احمد میگویند 2 تا نعل از خشب دادن، یعنی 2 تا کفشی که از چوب بود، پیشتر کفش ها رو میدونید پایانش از چوب بود، 2 تا کفش از چوب رو دادن و به یکی از مردان گفتن که الان میروی نزد همون زن و در نزد سری او میستی و میگویی یا حاضر از این زن بیرون شو یا که 70 تا با همین کفش چوبین تو رو میزنم و من از طرفی که هستم امام احمد هستم. سپس این مرد می رود و در نزد سر او می ایستد و می گوید مرا امام احمد فرستاد، یا حاضر بیرون می شوی یا 70 تا با همین شرطه می خوری. وقتی این رو می شنود جن می گوید السمع و طاعت لاحمد. سبحان الله، من گوش می کنم، اطاعت می کنم احمد را و اگر او مرا از شهر دور هم امر کند من از این می برایم. او الله را اطاعت می کند و هر کسی که الله را اطاعت می کند تمام چیز در اطاعت او هست و همین را می گوید و بیرون می شود.